اینترنت بزرگترین اختراع قرن 20 در دهه 1990 به زندگی ما وارد شد و جهان را برای همیشه تغییر داد. اما اگر این فناوری انقلابی زودتر اختراع می‌شد، مثلا در دهه 1950 یا 1960، جهان چگونه تغییر می‌کرد؟ آیا سرعت پیشرفت بشر بیشتر می‌شد یا مشکلاتی پیش می‌آمد که ما هرگز تصورش را نکردیم؟ بیایید این سناریوی هیجان انگیز را بررسی کنیم. در دهه 1950 جهان در میانه جنگ سرد. ایالات متحده و شوروی رقابت شدیدی برای برتری فناوری داشتند. تصور کنید اگر اینترنت در این دهه اختراع شده بود، احتمالاً اولین استفاده آن نظامی بود. مثلا پروژه‌هایی برای رمزنگاری پیام‌های جاسوسی دیجیتال یا همان حملات نظامی. اینترنت می توانست به هر دو طرف جنگ سرد کمک کند تا اطلاعات سری را سریعتر منتقل کند. اما همین اینترنت می توانست رقابت را خطرناکتر و هکرهای از دو طرف تلاش می کردند که اطلاعات دشمن را بدزدند. شاید جنگ سرد به یک جنگ سایبری تبدیل می شد و قبل از اینکه اینترنت به دست عموم برسد از بین می رفت. کاربردهای دیگه اینترنت در دهه 1950. دانشمندان می توانستند از اینترنت برای تبادل سریعتر اطلاعات استفاده کنند. شاید پیشرفت‌هایی مانند سفر به ماه چند سال زودتر اتفاق می‌افتاد. اما جامعه عادی دسترسی کمی داشت چون کامپیوترها بسیار گران و بزرگ بودند. اینترنت در دهه 1960 و 1970. در دهه 1960 و 1970 با پیشرفت تکنولوژی کامپیوترها کوچکتر و کاربردی‌تر شدند. این دوران پر از تغییرات اجتماعی و فرهنگی بود، از جنگ ویتنام تا انقلاب‌های فرهنگی، انقلاب‌های اجتماعی و اینترنت. اگر اینترنت در این دوره در دسترس مردم عادی بود، جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش حقوق مدنی در آمریکا می‌توانستند سازماندهی بهتری داشته باشند. مردم با استفاده از اینترنت می‌توانستند اخبار سانسور شده را در سراسر جهان منتشر کنند، مثل اعتراضات ضد جنگ یا انقلاب‌های سیاسی. ظهور زودهنگام شبکه‌های اجتماعی. تصور کنید اگر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر در دهه 1970 وجود داشت، آیا جنبش‌های فرهنگی مثل ویکی‌ها سریعتر گسترش می‌یافت؟ یا آیا دولت‌ها از اینترنت برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کردند؟ شاید رسانه‌های سنتی مثل روزنامه و تلویزیون زودتر جایگاه خود را از دست می‌داد. اینترنت در دهه 1980. جهان تجاری اینترنت. دهه 1980 دوران طلایی شرکت‌های بزرگ. اگر اینترنت در این دوران به بلوغ می‌رسید، تجارت جهانی به شدت تغییر می‌کرد. شرکت‌ها می‌توانستند به جای فکس و تلفن از ایمیل و سیستم‌های آنلاین برای تجارت استفاده کنند. خرید و فروش آنلاین شاید زودتر از آمازون و آی‌بی شروع می‌شد. اما شاید استفاده گسترده از اینترنت بحران‌های جدیدی ایجاد می‌کرد، مثل حملات سایبری یا حریم خصوصی که کنترل آنها دشوار بود. فرهنگ و سرگرمی. موسیقی دیجیتال و فیلم‌های آنلاین زودتر ظهور می‌کرد. هنرمندان می‌توانستند آثار خود را بدون نیاز به شرکت‌های بزرگتر منتشر کنند. پیامدهای احتمال. جنبه‌های مثبت. پیشرفت علمی سریعتر، ارتباط بهتر میان مردم در سایر جهان، در سراسر جهان، دسترسی به اطلاعات و دانش برای همه. جنبه‌های منفی. احتمال وابستگی زودهنگام به اینترنت و مشکلاتی مثل اعتیاد دیجیتال، تهدیدهای امنیتی و حملات سایبری بزرگتر و زودتر. شکاف دیجیتال بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیشتر می‌شد. تصاویری از مدرن با اینترنت رو خدمتتون ارائه. خب، روایت. اگرچه تصویر اینترنت در دهه‌های قبل از 1990 هیجان انگیز است، اما واقعیت این است که اختراع آن در زمان مناسبش به وقوع پیوست. اینترنت توانست به جهان کمک کند تا به یک دهکده جهانی تبدیل شود. شاید زودتر از این زیرساخت‌های لازم یا آمادگی فرهنگی برای پذیرش چنین تغییر بزرگی وجود نداشت. نظر شما چیست؟ فکر می‌کنید اگر اینترنت زودتر اختراع می‌شد، جهان بهتر می‌شد یا پرچالش‌تر؟ نظرتان را در کامنت‌ها بنویسید.